خسته نباشین. سلامت باشی برادر. شما بزرگ شده ایران هستین؟ ها ایران دوست نداری ایران بمونه. ایران خیلی ما را اذیت کرده. ما دست ایران خیلی جگر کنید. کشور خود ما هر چی باشه گوشنه باشه توشنه باشه اینجا باید به داد ما همه برسه. شما افغانستان آمده بودین یا هیچ نامده؟ نه من نیومدم. نه. نه. خیشاورتان عین چی؟ هیچی. هر دوی شما بزرگ شده ایران. ما اوجا ازدواج کردیم اومدیم. حقنامه همه چی داریم. خواهر شما بگوین که وضعیت افغان و وضعیت خانوما در ایران و در اردوگاه ها چطور بود؟ خیلی بدن خیلی بر خود بد بزنام میکنه برای مردان رام نداره اصلا. پاش میدلم خیلی توی هفته های سر خونه ما اوجا مونده معرفت کده اومده اینجا. چی چیزایتان مانده اونجا؟ چقدر سرمایه؟ زندگی همه چی مونده. ما بخیر یه لباسه برآوردی چی نآوردی؟ کل زندگیتان هم ها مونده. از مزار هستن شما؟ ها ما مزار شریف. شما میفهمین که از کجای مزار؟ نه فامیلار زنگ میزنی پیدا میکنی. نمیفهمین که از کجای مزار؟ خب تشکر خواهر. زنده باشین. گفتنی شما برای کسایی که برای خانمایی که خواهرایی که دوست دارن و شوق میکنن که برن ایران چی است؟ نه نرن. نمیخواد که مثلا کشور ما ول کنه و جنگ زده هر چی هست بجنگه کشور خودش آباد کنه. اونجا نمیخواد بره هیچ کی. ما هیچ وقت نمیرم. شما خود دیگه نمیرین؟ نه ما توبه کردم نمیرم.